اگر یک روز از خواب بیدار شدی و متوجه شدی که قبلا در زندگی دیگری زندگی کرده، چه کار می‌کنید؟ چه حسی به شما دست خواهد داد؟ هانی لاندن فقط 2 سالش بود، اما چیزهایی رو می‌دانست که حتی پدر و مادرش هم باور نمی‌کردند. او از خیابان‌هایی در لندن صحبت می‌کرد که هیچگاه تا به حال نرفته بود. اما وقتی نقشه لندن را به او نشان دادند و جلوی او گذاشتند، او با انگشتان کوچک خود دقیقاً همان خیابان را نشان داد. چطور ممکن بود بچه‌ای که در آمریکا به دنیا آمده و تا به حال لندن را از نزدیک ندیده است، اینقدر دقیق لندن را بشناسد؟ او به یاد داشت که حتی در آن زندگی زنی بوده است که در آتش سوزی جان خود را از دست داده است و دوباره به این دنیا آمده است. وقتی خانواده‌اش پیگیر گفته‌های او شدند، متوجه شدند واقعاً زنی با همان مشخصات سالها قبل زندگی و به همان شکل در آتش سوزی جان خود را از دست داده بود. آیا واقعاً زندگی قبلی وجود دارد؟ یا فقط بازی‌های عجیب ذهن ما هستند؟ تو چطور فکر می‌کنی؟